سلام به آرافودی عزیز. یه بار دیگه میریم شمال با یک غذای گیاهی بسیار خوشمزه که خیلی سریع اینجوری درست میشه. همسرم همیشه اینو برای من صبحانه درست میکنه، ولی شما میتونین برای یه شام سبک یا هر وقت دوست دارین بخورین و اونایی که بادمجون دوست دارن براشون عالیه. و یه غذای کاملا گیاهی به نام ورقه. و خیلی ازتون ممنونم که ویدیوهای منو لایک میکنین، کامنت میذارین و سابسکرایب میکنین. خواهی جان آرافودی، بریم یه بار دیگه شمال و یه غذای خیلی خوشمزه گیاهی که به نام ورقه هستش رو با هم دیگه درست کنیم. اسم این غذا ورقه هستش چون بادمجونا به شکل ورقه‌ای برش زده میشه. همچون که میبینین من 2 سمت بادمجونا رو اسپری میکنم تا روغن کمتری ببره و حتی شما میتونین سفیده تخم مرغ به 2 سمتش بزنین که دیگه هم تو روغن سرخ کنین و اون روغن هم بذارین کنار. خیلی خوب. حالا وقتی که 2 سمت بادمجونام سرخ شدش میرم سر وقت تخم مرغا. اینو معمولا توی گیلان صبحانه میخورن، ولی خب میشه یه شام سبک هم باشه و اونایی که بادمجون خورن واقعا از خوردنش لذت خواهم برد. 2 تا تخم مرغ داریم. 2 تخم مرغ حسابی میزنیم، توش دارچین و نمک و فلفل اضافه میکنیم و متاسفانه من اینجا فلفل رو یادم رفت، ولی شما حتما فلفل اضافه کنید. خب اینو که حسابی زدیم میریزیم روش، درش رو میذاریم و شاید به اندازه 7 تا 8 دقیقه احتیاج باشه که این پخته بشه چون بادمجوناش سرخ شده است. ببینین خیلی سریع آماده شد و چقدر خوشگله و مقوی. درست کنین نوش جونتون. Hi everyone, we have a very nice quick breakfast. It will take you about 10 minutes and you produce such a delicious food. Now this food is made of basically egg and aubergine. Those who are vegetarian, perfect thing for them, and those who love aubergine like me, I enjoy eating this breakfast. By the way, this breakfast comes from north of Iran, which actually come from Gilan. Try it, you will not regret it. Mwah!